که نهادی نمیشیدن خشتاش فرو ریزد میراب کجاید با دولت اگر خانه تاریک نشیدن خانه شود روشن گنجش بدر آید شود بر سر سنگ گر حاجت ها بشود از سنگ فناید بینگردی چه میگوید شمس الحق تبریز به دولت و با دولت هر دو بسر آید ای دوست به غیبتت مرا پس مزن گپ‌هایی برند و پس چون مست مزن گر باشی تو دوست چون دوست تحقیر مکن بر صورتو بر سیرتی بر دست مزن دست مزن ای دوست ای دوست ای دوست خلاقی جهان عجب تو قدرت داری مردم همه خواب و خود شراب داری تو رزقی مرا پاشیدی بر روی زمین برگشتن و چیدن و تماشا داری اگه روحی بیلا جا خوش آمدی باز بیا ای دوست سب آرزو دارم دشمنانم ضعیف و نامردن دشمنی من آرزو دارم دشمنی من آرزو دارم آسیا عرض میکنن مارم دستیاگر آرزو دارم و کسانی که روز بدبختن وقتی شبگرد آرزو دارم وقتی شبگرد آرزو دارم ای مثل خود پاک باز و پاک ایمان یک جوانر آرزو دارم نغم و درد آرزو دارم ای دوست ای دوست ای دوست دوستان جمله کجایی بیاد تخون بیکردم تکیه بر ذاتی کمالش گفتم بسم الله منور شد حالم از چراغی نور بسم الله کسی در حول کارش بگوید اسم بسم الله
بسم الله هی منافق تا به وصلش میبرد الهام بسم الله هر لقمه که میخوری بگو بسم الله هر یک نفس فرو بری یا الله یا الله یا الله هر کار که میکنی خدا خواهد گوی کارت بر ریواج بشود انشاءالله کارت بر ریواج بشود انشاءالله. باره چهارشنبه جای کفتاری تشکر